سلام و حرمت دارم خدمت تمامی شما خوبان برندهای عزیز و نازنین یوتیوب چینل مزار شریف. امیدوار هستم در هر گوشه دنیا که هستین جور و صحت و سلامت باشین. برندهای خوب و همیشگی یوتیوب چینل ما. امشب ما آمدیم قرار است از پروژه خالد از این منطقه زیبا و دیدنی یک گزارش خارق العاده تقدیم شما خوبان بکنیم. هموطنان عزیز، ما یکی از کافه های محبوب و مشهور که در این چند روزی میشه در اینجا ایجاد شده قرار است امشب برای شما به معرفی بگیرم. آمدیم امروزشان هماهنگی هم کردیم و نگفتن ما بر روی کافه که در اینجا جور شده اینجا آیس کریم خانه های محبوب هم است، آیس کریم خانه های همون ناب هم است و در او استقامت هم خیلی کافه ها و رستوران های همون مقبول و زیبا و دیدنی جور شده که انشالله از هم برای شما به تصویر میکشیم. اما قرار است امشب بریم او عزیزی ما که در این استقامت کافه جور کرده که قبلا در این موقع کدام کافه کدام کافه شاپ و یا هم کدام قهوه‌خانه نبوده. ما میریم امروزشان بریم مصاحبه داشته باشیم و در ضمنش بپرسیم چی انگیزه ای باعث شد که در چنین موقعیت یک توانایی را به خرج بتن و در اینجا یک کافه ایجاد بکنن. همینطور ما هم تعقیب بکنین. اما قسم میرم هموطنان عزیز، میرم و عزیزی ما همراهشان قبلا هماهنگی کردیم و میریم سخنهای می داشته باشیم و شما هم ما را تا آخرین دم همراهی بکنید. سلام، وقتتان بخیر. خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر هستین؟ بخیر میبینیم ان شاء الله. قربانتان شم. میشه ابتدا خود را برای برنده معرفی بکنید. اما قسم بیاین کم کم ما شما قدم میزنیم بیشتر باز کافه را به معرفی بگیریم. ابتدا معرفی کنین خود را. اسم احمد مطهر است، باشنده ولایت مزار شریف و پروژه خالد دیگه. بسیار خوب. مطهر جان، ابتدا از این بگوین که اما انگیزه‌ای که باعث شد چنین کافه را در این موقعیت ایجاد بکنین در چی بوده؟ خب انگیزه این بوده که اول یک فضای بسیار آرام در این شرایط افغانستان با عزیزان ما، با دوستان ما، با فامیلای عزیز ما. بله. دیگه که در پروژه خالد البته کمتر بوده. دیگه و استعداد و بزنس و چیزا که خودم علاقه شو دارم. خواستم از این نقطه شروع بکنم و نقطه شروعش میره دانستم. بسیار کاری خوبی کردی و ما هم قابل قدر میدانم این کارت را. مطهر جان، این حالی میخوایم میره بپرسم که تنها این کار را، تنها استعداد را به خرج دادی این کار را، این بیزنس را شروع کردی یا هم کسی دیگه هم در پلویت هست یا نشانه کردت خم کرده در این کار؟ نه، در هر کار خود فامیل آدم اول آدم حمایت میکنه. دقیقاً. و بعدم دوستان و خودم هم البته زیادتر فامیل کوشش و تشویق کردم. پدر جان، مادر جان، برادرها. بسیار خوب، بسیار خوب. میشه که همین کافی تان هست دیگه نه؟ میشه ما بیشتر به تاثیر میکشم. بسیار خوب. نامی از این چی موندین برای بنده نامش را تنویر، کافه تنویر و کافه شاپ تنویر است ها؟ بله. این حال ما میخوایم هموطنان عزیز همون سایر هم که یا کوچ و میز موندن در فضا و همون تو در طبیعت بیرونی که ما خدا چی یک نمایی داره ما با تصویر برای شما میکشیم و مطهر جان همون قسم بیاییم ما و شما استقامت استاچمی که تصویر خوبتر به نظر میرسه و از داشته های این کافه، از داشته های چیزی که شما در همیشه داره برای بیننده ها بگوین. هنگامی که هموطنانی که از چینل یوتیوب ما خصوصا از پروژه خالد ایره ویدیو ما را بیننده می باشه مستقیم پیش خودت بیاید. داشته خود در کافی شاپ زیادتر قهوه، کیک، کلچه، انواع محیط ها، جوسای لیمو، جوسای تازه دیگه، بزرپولی شیره هم هست و برگر و چیپس یگان غذا و خوردنی دیگه هم هست. مطهر جان عزیز بگوید
که از طرف روز هم این کافه فعالیت داره 24 ساعته است یا نه فقط از طرف شب شما فعالیت دارین؟ از طرف روز هم است، 24 ساعته نیست، از صبح است تا 8 صبح الا 11 شب 12 شب نظر به مشتری دیگه. برای طبقه اوناس یا برای خانم هم کدام جایی را موظف دارین؟ برای داخل به طبقه اوناس هم جای داریم، از ذکور هم این فضای باز مثال کلان به داخل هم جای کسا کلان داریم به طبقه اوناس و فامیلای عزیز ما. دقیقاً اجازه از این داریم که باز داخل هم بریم. فضای زیبایی که در داخل برای طبقه اوناس تنظیم و ساختین ما به تصویر بکشیم. درست است، طبقه اوناس هم داریم داخل. دقیقاً. خب ما هم میریم. همتون عزیز شما ما را تا آخرین دم همراهی بکنین و ما هم بیشتر از مطهر جان سوالاتی می داشته باشم راجع به این کافه که ایجاد کردن و ما هم میریم اون سالونی که برای خانم‌ها ساختن و او عزیزان ما و او کسانی که در این محیط و محوطه هستند اکثریتشان اگر دختر خانم باشن و بیاین از همین کافه شاپ هنگامی که میخواین غذا میل بکنن و یا هم کدام کافه بنوشن مستقیم پیش مطهر جان بیاین ان شاء الله که برایشان غذای خوب و همون تو کافه های ناب را مد نظر گرفتین. بخیر باشید. ما را هم همراهی بکنین که همه روبرو هستن. بله داخل میریم. خب ما شما میریم دیگه آیستا آیستا داخل همو محیط و محوطه همو سالونی که شما اختصاص دادن برای خانما. نام خدا به به چقدر فضای عالی، چقدر نام خدا. همو تو آمادگی کامل، همو تو یک سالون زیبا مثل این بیرونی که برای آقایان ساختن برای خانما هم در داخل ساختن. نام خدا چقدر حساس و چقدر مقبول جور کردن. این نقشه ها هم خودتان جور کردین ها؟ بسیار اینجا در حدود چقدر مهمان خانمان را شما در اینجا میزبانی کرده میتونید؟ در حدود چقدر چوکی؟ 20 نفر شاید 25 نفر اگه نفر زیاد شد بیرون چوکی نرن. اینا یک مسئله هست مطهر جان که اکثرا مردان با فامیلشان با خانمایشان میخواین که غذا یا هم کدام کافه از بیرون نوشجان بکنن. او تو یک جایی را برای فامیل یعنی که مورد فامیلشان زن و مرد یعنی خانم و شوهر بیاین او تو یک جایی را شما اختصاص دادین جور کردین یا در همینجا هسته؟ اون رقم جای و امارت اسلامی اجازه ندادن، فقط گفتم که ذکور و اناث جدا باشن دیگه. اگر اجازه بتن یا اجازه باشه ما حتما جور میکنیم، اما رقم چیز نیست. بسیار خوب. از این بپرسم که در حدود چقدر سرمایه گذاری کردین در این بیزنستان شما به خرج دادین؟ مشکل خود نداره که بگوین در حدودی باشه. و خاطر ما از بعضی رستوران های دیگری هم گزارش می داشتیم حد اوسطش را حد اقلش را می گفت که ما اینقدر سرمایه گذاری کردیم، چون معمولا عزیزان ما افغانی ما شوق علاقه بیزنس شوق علاقه از این دارن که اما پول و سرمایه‌شان را در داخل کشور سرمایه گذاری بکنن، یک نوآوری بکنن، چون می‌خواستیم همون قدر پولی که مثلا شما ایت یک بیزنس ایت یک جای مقبول و ایت یک چیز زیبایی را جور کردیم، اما عزیزان ما هم که همون قدر توانایی دارن همون قدر پولی که داشتن اما انگیزه و شور و هیجان از را نداشتن، یعنی نمیفهمیدن که چون این چیزی در اون پولشان ساخته میشه و هم میفهمیدن. به این خاطر گفتم خب هر کس نظر به علاقه که داره، نظر به انگیزه که داره، نظر به هدفی که داره میخواد که یک جای سرمایه گذاری کنه و از هر پولی که باشه باید آدم از 10 روپیه گرفته تا 100 روپیه انسان باید در کوشش باشه که از این پول خود یک جای سرمایه گذاری کنه و جمع کنه یا کاری کرده بتونه. دقیقاً دیگه ما در اصل در عقلش گفتن نمیتونیم، اما که فقط باید انسان همیشه یک هدف از دیگه خود داشته باشه. چه خوب باشه شکلان و این چه خوب است که امو عزیزان ما که توانی از این دارن که حداقل یک تجارت کوچک را ایجاد کنن، امو را در داخل خود افغانستان سرمایه گذاری بکنن که بتونن امو جوانای ما که بیکار هستن مشغول و مصروفی همو کار شوند و همچنان یک لقمه حلال را به دست بیارن. و یک چیز دیگه نگفته نمونه، ما همیشه میبالم خصوصا خودم همیشه میبالم افتخار میکنم که چنین مثل مطهر جان چنین اشخاصات در افغانستان هستند که سرمایه گذاری میکنن در هر شرایط در خود افغانستان و باعث ترقی و پیشرفت خود کشور میشه که واقعا جای افتخار و خرسندی است. خداوند همیشه خودت را داشته باشه مطهر جان که واقعا یک کاری نیکی را کردی و نام خدا اینجا میبینید بینندای عزیز که شیریخ
خانه هست شیرخ فروشی. ما داخل برم که ما چه مامورای ما گپ میزنه نمیزنه. اجازه خواسته. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر هستین؟ بیاین پیش بیاین پیش بیاین. شما خوب هستین؟ صحتمند؟ آرامی است. بخیر باشین. اسم مبارکتان؟ فریدون. فریدون جان، نام خدا همه قدر خوبش. همین تو قالب شیرخ را تا بالا میکردین. فریدون جان، چه زمان است که اینجا خود شیرخ پذیره جور کردین؟ تقریبا 4 سال میشه. چطور کارو باره دیشه بروز؟ خوب است. ضعیف از سالهای پیش. دقیقاً. خب در این موقعیت کدام شیرخانه دیگه هم هست یا فقط خودت فعالیت داری؟ نه دیگه شیرخانه نیست، آیسکریم است. شیرخ دیگه نیست. و همین شیرخ مزار جان فکر نکنم که در تمام ولایت ها داشته باشه. بله خوب. از کدام طعما دارین؟ هم آلو بالو داریم، هم داریم، کیله داریم، ساده داریم، پسته‌ای داریم. 4 نوع 5 نوع شیرخ داریم. یگان شیرخ ها را میبینم بعضی شیرخ بازار هر شکل در شیرخ ایجاد میکنه. مثلا چند منزله جور میکنه، یعنی خودتان جور میکنین ها؟ اما تو یک شیرخی که اینمی تو یک شیرخ را که شما جور میکنین بین مشتریتان در حدود چقدر پول است؟ شاید 500 بیا. 500 افغانی همین یک شیرخ را برشان جور میکنین؟ بله. خب باز میوهش قیمت‌تر میاد، سادهش 500 میاد. اینه هیچ کسی که بیاید چند شیرون شیرخ داریم تا چند داره؟ شیرخ از 20 افغانی داریم تا قیمت دیگه آخرش دست خودشان. بسیار خوب بسیار خوب. دیگه فقط دو تام داره؟ فعلا 2 تام داریم. کیله و همه خلاص کردیم. آلو داریم ساده. آرزوی از این را دارم که کاروبارتان خوبتر و بهتر شود. روز به روز ازیام کرده نام خدا فروشاتتان بیشتر شود. دیگه چیزی خدمت باشه، چیزی گفتنی باشه، کامرا در خدمت باشین. وقت خوش اوقات خوش بخیر باشین. بنده عزیز امیدوار هستم تا این دم ما را همراهی کرده باشین و شما هم خسته نشده باشین. مترجم در کنار ما هستن. من قسم میرم اما تو از داخل خود کافه برای شما تصویر می داشته باشم و همراه شما را هم تا آخرین دم خواهان هستم. بیشتر پرحرفی نمی کنم دیگه، بریم که در داخل کافه چی است و چی مانده تا این دم شب که فعلا ساعت ممکن نمیفهم ساعت چند بجه است که مشتریان هم خدا اینجا میبینین نشسته هستن یا قسم غذا میل میکنن یا کافه نوش جان میکنن و بریم که غذایشان چی مانده که برای شما به تصویر بکشیم. خوب و همیشگی یوتیوب چینل ما این بود از گزارش ویژه امشب که ما امید رایمی تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوار هستم تا آخرین دم این ویدیوی ما را دیده باشین و ما هم یک تشکر خاص میکنم از مترجم که به ما وقت دادن از جا بیاییم و به تصویر بکشیم. امیدوار هستم که همیشه برنامه ما را تعقیب بکنین از این درجه که تا باز ما بتونم خوبترین و بهترین سوژه روز را تقدیم شما خوبان بکنم. تا برنامه بعدی که باز ما امید رایمی در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به الله یکتا و به همتا میسپارم. تا درودی بعد بدرود.